با مقصد تامین نمودن ثمراناکی استفاده مبلغ‌های دولتی اینچنین مطابق سازی آن با استانداردهای بین المللی بازبینی نظام مبلغ‌زایی مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی یعنی گزارش به نظام سرکسی یا فرمایش دولتی تقاضای زمان می باشد. بنابراین با وزارت‌های معارف و علم، مالیه، کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی سپارش داده می شود که دایر به این مسئله به حکومت مملکت پیشنهادهای مشخص منظور نماید. طبق تحلیلات 25 سال آینده شماره خوانندگان در تاجیکستان به 4 میلیون نفر می رسد. بنابراین ما را ضرور است که برای هرچی بیشتر آماده نمودن کادرهای آموزگاری، بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی و با استانداردهای جهانی مطابق گردانیدن نظام تحصیلات یعنی آمادگی به گزارش به نظام 12 ساله تعلیم از حالا چاره‌جویی نماید.